سلام به همه علاقه‌مندان به دنیای الکترونیک و تکنولوژی، مخصوصاً شماهایی که عاشق باز کردن دستگاه‌ها و کشف پشت پرده‌شون هستیم. تا همین 1-2 قرن پیش هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد که یه قطعه کوچیک مثل شارژر بتونه اینقدر تو زندگی ما مهم بشه. اما امروز اگه شارژر نباشه، گوشی‌هامون، لپتاپ‌هامون، هدفونامون، حتی دوچرخه‌هامون همه از کار میافتن. اما این کوچولوی نجات بخش دقیقاً از کی وارد زندگیمون شد؟ واقعیت اینه که شارژر یه اختراع مدرنه، فرزند عصر برق و الکترونیک. امروز تو این ویدیو قراره خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به تاریخچه شارژر، از باتری‌های سرب اسید تا شارژرهای GAN و بیسیم امروزی، و بعدش بریم سراغ یه بررسی دقیق و مهندسی از یه شارژر واقعی، یعنی شارژر سامسونگ مدل EPTA60EBE. چی تو این ویدیو داریم؟ اول از همه میگیم این شارژر دقیقاً برای چی طراحی شده و مشخصاتش چی است. بعد میریم سراغ اجزای داخلیش و یکی یکی بررسیشون میکنیم. منظورم پین‌های فلزی هست که اینجا میبینید، اطلاعات روی برد، قطعات کلیدی مثل فیوز مقاومتی، خازن، سلف، ترانسفورماتور، مقاومت‌ها که در پشت برد قرار داره، دیود، IC B1 و دیود یک سوساز. منظورم پل یک سوساز. در نهایت هم یه نگاهی به لحیمکاری، مسیرها و شیارهای روی برد می‌اندازیم. و البته که از کانکتور ورودی، کابل و پورت USB هم نمی‌گذریم. تو این ویدیو قراره بفهمیم این مدار چطور از برق شهری یه جریان 5 ولتی دقیق و پایدار تولید میکنه و اون رو با ایمنی کامل میفرسته به سمت گوشی یا دستگاه ما. و در پایان یه جمع‌بندی سریع داریم که بدونیم تو دل این قطعه کوچیک دقیقاً چه خبر. بیایید با هم بریم به یه سفر کوتاه تو زمان و ببینیم داستان شارژر از کجا شروع شده. دهه 1920 تا 1930 تولد شارژر. توی این دوران باتری‌های قابل شارژ سرب اسید برای اولین بار تو ماشین‌ها و رادیوها استفاده شد. در نتیجه شارژرهای اولیه فقط برای شارژ باتری‌های بزرگ طراحی شده بودند. سنگین بودند، بدون ایمنی خودکار، فقط برای مهندس‌ها و تعمیرکارها قابل استفاده بودند. در دهه 1960 تا 1980 ظهور شارژرهای خونگی رو داریم. با ورود وسایل الکترونیکی مثل واکمن، دوربین و ماشین حساب نیاز به شارژرهای کوچکتر و قابل حمل بیشتر شد. در این دوره از ترانسفورماتور بزرگ و دیود یک سو کننده استفاده می شد. شارژرها سنگین بودند، گرم می شدند و هوشمند نبودند. در دهه 1990 تا 2000 انقلاب موبایل ها رو داریم. با ورود گوشی های همراه شارژرها هم کوچکتر و تخصصی تر شد. در این دوران بود که شارژرهای دیواری USB دار شکل گرفتن. اما هنوز هر گوشی شارژر مخصوص خودش رو داشت. یادتونه که شارژر نوکیا به سونی نمیخورد. و از 2007 تا امروز شارژرهای هوشمند و سریع. با عرضه گوشی‌های هوشمند شارژرها هوشمندتر شدن. شارژ سریع با تکنولوژی کویک چارج، USB-C، شارژرهای GAN که هم کوچیک هستند و هم قوی و حتی شارژهای BC. حالا این شارژر اصلاً چی هست و هدفش چیه؟ یه آداپتور مسافرتی که توان پایینی داره و از نوع منبع تغذیه سویچینگ هست که برق یا ولتاژ متناوب AC رو به برق مستقیم یعنی DC تبدیل میکنه. خب بیایید ببینیم مشخصات روی بدن این شارژر چی میخوان بهمون بگن. همونطور که در اینجا میبینید، اینو بزنم کنار. بله. همونطور که اینجا میبینید، اول سامسونگ رو داریم. نام تجاری سازنده است. آداپتور مسافرتی نشون میده که این یک آداپتور مسافرتی با متن به 2 زبان انگلیسی و روسی. تو زبان روسی به معنای آداپتور برق. EPTA60EBE شماره مدل شارژر هستش. ورودیش محدوده ولتاژ ورودیش بین 100 تا 240 ولت. سازگاری داره با اکثر منابع تغذیه جهان. فرکانس 50 تا 60 هرتز. فرکانس استاندارد AC. و جریان 0.15 آمپر میزان جریان ورودی رو به ما نشون میده. خروجیش 5 ولت دیسی هست. جریان خروجیش هم 0.7 آمپر. حداکثر جریانی که شارژر میتونه تامین کنه. در اینجا هم
S/N رو داریم که نام سریاله، یعنی R37M87043S4DK3. شماره سریال دستگاه خاصه که برای شناسایی و ردیابی استفاده میشه. تاریخ تولیدش 7 آوریل 2019 است. اینجا هم صندوق پستیشو داریم 12987 دوبلین آیلند که آدرس پستی سازنده یا توزیع کننده است و احتمالاً دفترشون دفتر سامسونگ توی دوبلین یا آیلند. ساخت کشور ویتنامه که به 2 زبان انگلیسی و روسی در اینجا نوشته شده. این به سادگی کشور مونتاژ یا تولید رو به ما میگه. بسیاری از شارژرهای اصلی از جمله برای سامسونگ و سایر برندهای بزرگ به دلیل امکانات پیشرفته تولیدی توی ویتنام تولید میشه. علامت CE که اینجا میبینید یه علامت صدور گواهینامه است که نشون دهنده انطباق با استانداردهای بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست اتحادیه اروپا است. نماد وی که اینجا میبینید احتمالاً بخشی از گواهینامه یا نشانگر ولتاژه. سطل زباله نشون میده که محصول باید طبق مقررات بازیافت محلی دور ریخته بشه. خونه‌ای که با فلش میبینیم ممکنه نشون دهنده مناسب بودن برای استفاده توی فضای داخلی یا نماد بازگشت بازیافت باشه. کد QR کدی که اینجا میبینیم این کد روی شارژر معمولا برای این موارده: تایید اصالت، برای قابل اسکن بودن از طریق تلفن برای بررسی اصل بودن، قابلیت ردیابی کارخونه به سازنده کمک میکنه تا تاریخ تولید، خط تولید، سری ساخت و غیره رو از طریق دستگاه ردیابی کنه و گاهی اوقات هم لینک وبسایت سازنده یا صفحه پشتیبانی محصول میده که در اینجا QR کد ما رو ارجاع میده به یه سری سایت. حالا داخل این قطعه هم یه سری کد هست. ببینیم که اینها چیه. DK11 خط فاصله 6 /8. این کد به احتمال زیاد به شماره قالب یا شماره سری تولید مورد استفاده در طول تولید اشاره داره. به کارخونه کمک میکنه تا قالب یا ابزاری رو که برای تولید یک پوسته پلاستیکی خاص استفاده شده شناسایی کنه. اما نوع ماده یا ویژگی‌های الکتریکی رو مستقیما نشون نمیده. PC که اینجا می‌بینید این ماده‌ایه که به بدنه پلاستیکی ازش ساخته شده. PC یعنی پلی‌کربن. این یه پلاستیک با کیفیت بالاست که به این دلایل شناخته میشه: مقاومت بالا در برابر ضربه، مقاومت در برابر حرارت و عایق الکتریک. پلی‌کربنات معمولاً در محفظه‌های دستگاه‌های الکترونیکی مثل شارژرها استفاده میشه چون قویه، مقاوم در برابر حرارت هست و برای لوازم الکترونیکی مصرف ایمنیش بالاست. در نتیجه این شارژر یه آداپتور مسافرتی جهانیه، همونطور که اینجا میبینید، برای شارژ دستگاه‌ها با خروجی 5 ولت و 0.7 آمپر. مناسب برای استفاده با دستگاه‌های کم مصرف مثل گوشی‌های قدیمی، سامسونگ، هدفون‌ها یا لوازم جانبی و سازگار با استانداردهای مختلف ولتاژ جهانی. خب من در ذهن خودم این شارژر رو به 3 بخش تقسیم کردم: پین‌های فلزی، بردش که در اینجا میبینید و کابل شارژ که در اینجا قرار داره. حالا ماجراجوی اصلی رو از بخش اول یعنی پین‌های فلزی شروع میکنیم. پین‌های فلزی و پدها چی هستن؟ اجازه بدید. بله. پین‌های فلزی پین‌های شارژر از آلیاژ مس، نیکل یا برنج با آبکاری نیکل نقره ساخته شدن تا رسانایی بالا و زنگ زدگی کم داشته باشند. به شکل استوانه‌ای با انتهای گرد طراحی شدند برای اتصال آسون و ایمن به پریزهای استاندارد. پلاستیک سیاه دور پین‌ها عایق بندی ایجاد میکنه، اتصالا رو محکم نگه میداره و از گرد و غبار محافظت میکنه. ورق‌های فلزی که داخل این وجود دارن. خب این ورق‌های فلزی که در اینجا میبینید داخل شارژرن و معمولاً از مس یا برنج چون رسانایی و استحکام خوبی داره. این ورق‌ها به شکل نوارهای باریک و تخت طراحی میشن و با لحیمکاری یا پرج به انتهای پین‌ها وصل میشن تا برق رو از پین‌ها به سطح برد یعنی مدار PCB برسونه. ورق‌ها مستقیم به سطح برد مدار لحیم میشن که در اینجا میبینید. این برد ما هستش و اینم ورق فلزیمون که به این شکل لحیم میشه به اینجا. خب پین‌ها و ورق‌ها
برق 240 و 100 یا 100 ولت AC رو به مدار منتقل میکنن که بعد به 5 ولت DC برای شارژ تبدیل میشه. رسیدیم به بخش دوم، یعنی بورد چاپی که قلب دستگاه است. این اطلاعات روی بورد چی میخواد بهمون بگه؟ در اینجا 13/1/2017 رو میبینید که تاریخ تولید بود. بر اساس مارک روی بورد که در اینجا نوشته شده، سازنده بورد PCB دانگیانگ E.P هستش. احتمالاً یه شرکت تولید کننده قطعات الکترونیک. مدل شارژر هم دوباره اینجا اومده. 12R و 1V که اینجا میبینیم چیه؟ اینا احتمالاً کدهای داخلی یا مشخصات فنی مربوط به نسخه یا مدل بردن، مثل اینجا که نوشته ورژن 2. 12R میتونه نشون دهنده یه سری خاص یا مقاومت باشه و 1W هم ممکنه به توان یا یک کد دیگه اشاره داشته باشه. اینا معمولاً برای شناسایی داخلی توسط تولید کننده استفاده میشه. 1925 که اینجا میبینید نوشته، این عدد میتونه کد تولید، شماره سریال یا بخشی از مشخصات فنی بورد باشه. گاهی اوقات تولید کننده ها از اعداد برای شناسایی دسته‌بندی محصولات یا تاریخ تولید به صورت رمزگذاری شده استفاده میکنن. با توجه به تاریخ تولید که در اینجا نوشته شده، این عدد ممکنه بخشی از کد شناسایی محصول باشه. حروف‌های بالاییش هم که می‌بینید مثل علامت مثلث و بقیه حروف‌ها، اینا میتونن نشون دهنده استانداردهای ایمنی، گواهینامه‌ها مثل CE یا مشابه یا کدهای کارخونه باشن. مثلث هم معمولاً به معنای هشدار یا استاندارد خاصه. هشتگ 17 که اینجا می‌بینید این احتمالاً شماره خط تولید، ایستگاه مونتاژ یا یه شناسای داخلی دیگه توی کارخونه هست. حالا بیاییم و اجزای روی بورد رو بررسی بکنیم. همونطور که اینجا می‌بینید. در ابتدا یه فیوز مقاومتی رو می‌بینید. فیوز مقاومتی چیه؟ این فیوز مقاومتی احتمالاً که در اینجا می‌بینید دارای مقاومت 64 کیلو اوم با 1% تولرانس در حالت عادی. نمادش این هست و با F-بیر نشون داده میشه. به تنهایی نقش محافظ رو داره. ترکیبی از مقاومت و فیوزه که در شرایط عادی مثل یه مقاومت عمل میکنه و جریان رو تنظیم میکنه. اگه جریان از حد مجاز که معمولا در دیتا شیت مشخصه بیشتر بشه، فیوز میسوزه یا قطع میشه و مدار رو باز میکنه تا از آسیب به اجزای دیگه جلوگیری کنه. نقش فیوز مقاومتی روی بورد چی هستش؟ توی این بورد فیوز مقاومتی توی ورودی برق AC و نزدیک به پل دیود که در این پشت قرار داره قرار گرفته شده. وظیفه‌اش محافظت از قطعات حساس مثل پل دیود، ترانسفورماتور یا خازن‌ها در برابر جریان اضافی یا نوسانات برق. این کار باعث میشه در صورت نقص فقط فیوز بسوزه و نیاز به تعویض اون باشه، نه کل. کدگذاری رنگی که روش میبینید و اینجا هم نوشتیم، رنگاش همچنین میتونن به ظرفیت جریان یا مشخصات فنی خاص فیوز اشاره داشته باشه. اما بدون دیتاشیت دقیق، این مقدار اولیه بر اساس کد رنگی مقاومته. مثلا نوارهای رنگی میتونن به ترتیب نشون دهنده مقدار اون، ضریب و تحمل باشن. مثل استاندارد رزیستور کالر کد. رنگ مشکی پایش هم ممکنه نشون دهنده بدنه یا عایق باشه. حالا بیایم و یکم خازن‌ها رو تحلیل کنیم. این بوردی که می‌بینید شامل چند خازن الکترولیتی از برند کپ ایکسون هست که هر کدوم نقش خاصی توی تثبیت ولتاژ و فیلتر نویز داره. خازن الکترولیت شعاعی داریم اینجا، مثل این نارنجی آبی کمرنگ و آبی پررنگی که می‌بینید. خازن آلومینیومی استوانه‌ای داریم که اینجا هستش و یه دونه هم خازن SMD در پشت بورد داریم، در اینجا قرار داره. حالا بیایم ببینیم هر کدومشون دارای چه خصوصیاتی هن، در کجا و به چه علت روی این بورد قرار گرفته. اولین خازنمون خازن C1 هست، همونطور که اینجا هم میبینید. این خازن بزرگ در سمت ورودی یعنی پرایمری ساید مدار قرار داره. بعد از پل دیود که جریان AC رو به DC تبدیل میکنه، C1 وظیفه صاف کردن نوزهای باقی مانده AC و فیلتر کردن ولتاژ DC رو به عهده داره.
ظرفیتش 3 میکروفاراد و ولتاژش 400 ولته که اینها نشون دهنده توانایی ذخیره انرژی برای ترانسفورماتور. انتخاب این ظرفیت و ولتاژ به دلیل نیاز به تحمل ولتاژ ورودی بالا مثلا 220 ولت AC و تامین انرژی پایدار برای مراحل بعدی. خازن C2 که در اینجا می‌بینید. این خازن هم در سمت ورودی قرار گرفته و با دمای کاری 85 درجه سانتیگراد کار میکنه. کدش P1922. نقشش مشابه C1 یعنی فیلتر کردن نویز و تثبیت ولتاژ DC برای تغذیه ترانسفورماتور. ظرفیت بالاترش یعنی 4.7 میکروفاراد نسبت به C1 به پایداری بیشتر ولتاژ تو شرایط بار متغیر کمک میکنه. این خازن به نوعی مکمل C1 عمل میکنه تا ورودی ترانسفورماتور همیشه یک نواخت باشه. خازن C3 که میبینید این خازن نارنجی رنگ که در اینجا قرار داره در سمت خروجی یعنی سکندری سایت قرار گرفته و برای تثبیت ولتاژ 5 ولت DC طراحی شده. خب وظیفه اصلیش فیلتر کردن نوسانات خروجی ترانسفورماتور و کاهش تداخل الکترومغناطیسی. ظرفیتش 2.2 میکروفاراده و ولتاژش هم 50 ولت هست. متناسب با نیاز خروجی پایینتر این بخش از مدار و از نویزهای فرکانس پایین هم جلوگیری میکنه. خازن C4 که اینجا بهتون نشون دادم یکم شکلش متفاوته با بقیه به این شکل. این خازن الکترولیتی آلومینیومی استوانه‌ای با ظرفیت بالا توی خروجی مدار قرار داره. نقشش فیلتر کردن نویزهای باقی مانده و صاف کردن ولتاژ DC. ظرفیتش 390 میکروفاراده و باعث میشه که خروجی شارژر در برابر تغییرات ناگهانی بار مقاوم باشه و ولتاژش هم پایداری ارائه میده. ولتاژ کاریش 7.5 ولت هست و نشون دهنده سازگاری با خروجی پایین مدار. این خازنی که من به عنوان C4 تحلیلش کردم روی بورد با شناسه C22 مشخص شده که معمولا بر اساس شماره گذاری ترتیبی یا منطقی توسط طراح مدار تعیین میشه. این شماره میتونه به ترتیب قرارگیری خازن، نقش عملکردشون مثلا فیلتر خروجی یا استاندارد کارخونه مثل کد PX927 مرتبط باشه. خازن C5 که در پشت بورد قرار داره در اینجا که میبینید و اینجا خازن SMD پشت برده به عنوان یک فیلتر اضافی برای نویزهای فرکانس بالا عمل میکنه. این نوع خازنها به دلیل اندازه کوچیک و نصب سطحی در مدارهای مدرن برای بهینه‌سازی عملکرد خروجی استفاده میشه. نقشش تکمیل فیلتراسیون در کنار C4. شاید براتون سوال شده باشه حالا چرا تو شماتیک مدار خازن C1 که اینجا میبینید و خازن C2 شماتیکشون با خازن C3 و C4 که من گفتم تفاوت داره که این تفاوت به نوع خازن و استاندارد رسمیشون برمیگرده. C1 و C2 که میبینید خازنهای الکترولیتی قطبی هن که با ولتاژ بالا کار میکنن حدود 400. برای همین نمادشون طوری طراحی شده که جهتگیریشون مشخص باشه، چون اگه اشتباه وصل بشن ممکنه آسیب ببینه. اما C3 که اینجا میبینید و C4 که در اینجا قرار داره در سمت خروجی مدارن و با ولتاژ پایینتر قرار گرفتن. نمادشون به شکل دایریه. این میتونه به خاطر ولتاژ پایینتر یا سبک رسم شماتیک باشه، ولی در عمل اونا هم معمولاً قطبی هستن. خب رسیدیم به سلف که در اینجا میبینید و اینجا هم بهتون نشون بدم سلفمون در اینجا قرار گرفته با مشخصات 7.2 میلی هنری به اضافه منفی 10%، یعنی تحملش 10%. نوع سلفمون اینجا چی هستش؟ سلفی که در اینجا داریم به نظر میرسه که یک لیدد اینداکتور یعنی سلف با پایه باشه. این نوع سلف معمولا شامل یه سیم پیچ با هسته از جنس فرید یا هواست که پایه های اون به صورت سیمی برای اتصال به برد طراحی شده. این سلف به احتمال زیاد از نوع سلف تک رشته‌ایه
چون فقط یه سیم پیچ قابل مشاهده داره. معمولا برای فیلتر کردن نویزهای دیفرانسیل استفاده میشه. نویز دیفرانسیل نویزی که بین دو خط مثلا فاز و نول تفاوت ایجاد میکنه. این سلف به طور سری در مسیر یکی از خطوط قرار میگیره و به کاهش نویزهای فرکانس بالا کمک میکنه. مقاومت اوهمی داره. سلف ها معمولا به عنوان یه عنصر القایی شناخته میشن و مقاومت اوهمیشون معمولا کمه، در حد چند اوم یا کمتر بسته به طراحی و جنس سیم پیچ. برای پیدا کردن مقدار دقیقش باید با مولتیمتر اندازه گیری بشه. اما با توجه به مشخصات این سلف بیشتر برای القاگریه نه مقاومت. حالا منظور از القاگری چی هستش؟ القاگرها یعنی اینداکتورها اجزای الکتریکی هستند که انرژی رو در میدان مغناطیسی ذخیره میکنه. اینا از یه سیم پیچ معمولا دوره هسته ساخته میشن و با مقاومت در برابر تغییرات جریان به دلیل القاگری کار میکنن. به تنهایی چه کاربردی دارن؟ سلف به تنهایی جریان متناوب AC رو با ایجاد یه مقاومت القایی محدود میکنه، در حالی که جریان مستقیم یعنی DC رو بدون مقاومت قابل توجهی عبور میده. این ویژگی اینا رو برای فیلتر کردن نویزهای فرکانس بالا مثل تداخل الکترومغناطیسی مناسب میکنه. چرا روی بورد از سلف استفاده شده؟ توی این مدار سلف با خازن ترکیب میشه تا بخشی از یک فیلتر تداخل الکترومغناطیسی یا مدار سویچینگ مثلا منبع تغذیه رو تشکیل بده که نقش تمیز کردن ولتاژ خروجی و کاهش تداخل الکترومغناطیسی رو داره. حالا بیایم سراغ یکی از جذابترین و گیج کننده ترین قطعات الکترونی. اسمش چیه؟ ترانسفورماتور. بله، شما هم درست حدس زدید. رسیدیم به ترانسفورماتور. نوعش چیه؟ ترانسفورماتور فرکانس بالا. چه کاربردی داره؟ در منابع تغذیه سویچینگ SMPS به ویژه آداپتورهای دیواری USB مثل این مدل شارژر استفاده میشه. بیاین اول برچسبای روش رو تجزیه و تحلیل کنیم ببینیم چی هست. همونطور که در اینجا میبینید نوشته شده DYM628. احتمالاً شماره مدل داخلی سازنده است. DYM ممکنه مخفف دانگ یانگ مگنتیک یا دانگ یانگ الکترونیک باشه که با برچسب دانگ یانگ E.P روی PCB مطابقت داره، همونی که اینجا بررسیش کرده. 628A نشون دهنده سری یا مدل خاص قطعه هستش. روی نوار زرد رنگی که در اینجا داریم دوباره اومده و مدل آداپتور شارژر سامسونگ را نوشته که تایید کننده استفاده این بورد توی شارژر اصلی سامسونگ. به علاوه یه چیز دیگه هم نوشته TO1926BHC. احتمالاً کد تولید، دسته‌بندی یا مرجع تأمین کننده برای هسته یا سبک سیمپیچ ترانسفورماتور. ممکنه برای ردیابی داده‌های تولید یا تغییرات طراحی خاص استفاده بشه. حالا نقش ترانسفورماتور یعنی قلب مدار سویچینگر در شارژر چی هستش؟ این ترانسفورماتور ولتاژ AC بالا از سطح ورودی مثلا 240 تا 100 ولت و بعد از یک سوسازی به ولتاژ پایین DC پالسی تبدیل میکنه. هدفش تأمین انرژی مورد نیاز دستگاه. همچنین ایزولاسیون الکتریکی بین ورودی ولتاژ بالا و خروجی USB ایجاد میکنه تا ایمنی دستگاه تضمین بشه. همکاریش با ترانزیستور سویچینگ معمولا نزدیک ترانسفورماتور قرار داره و یه آیسی کنترل کننده برای تنظیم ولتاژ جریان. حالا چرا روی یه قطعه سیاه نصب شده؟ همونطور که در اینجا میبینید و از اینجا هم بهتون نشون بدم، از اینجا هم نشون بدم. چون این پایه از جنس رزین یا پلاستیک عایق است. برای پایداری مکانیکی، عایق بندی و مقاومت در برابر حرارت طراحی شده. همچنین به عنوان یک مانع بین بخش‌های ولتاژ بالا و پایین عمل می‌کنه. این ترانسفورماتور از لحاظ توپولوژی احتمالاً از نوع فلای بک است که تو شارژرهای کم توان رایجه و این ترانسفورماتور با کنترل آیسی سویچینگ کار میکنه. آیسی سویچینگ هم در اینجا قرار داره همونطور که میبینید. حالا بیایم سراغ مهمترین بخش یعنی ساختار و پینهاش که نقش حیاتی توی کار کردنش داره. این رو به این صورت براتون اینجا میذارم
و سعی میکنم که از روی این شکل توضیح بدم. دارای چند تا سیمپیچه اولیه و ثانویه و هسته فرید برای انتقال انرژی با کارایی بالا. سمت اولیه که دارای 5 تا پین هست شامل سیمپیچ اصلی و گاهی هم سیمپیچ کمکی برای فیدبک یا تغذیه آیسی. پین های اضافی هم ممکنه برای فاصله گذاری، محافظت یا تنظیم ولتاژ استفاده بشه. سمت ثانویه که 2 تا پین داره سیمپیچ خروجی ساده برای ولتاژ پایین مثلا 5 ولت. حالا بیایم سراغ جزئیات این اتصالات که بر اساس طراحی فلای بک هستش. پین های اولیه یعنی پرایمری پینز، این پایه ها تو بخش ورودی مدار. یکی از پایه ها به بس DC متصل میشه. یعنی برق AC بعد از اینکه از پل دیود و خازن عبور کرد و تبدیل به DC شد به این پین وارد میشه. پایه دوم به کلکتور ترانزیستور وصل میشه. ولی در مدار ما چون IC OB25133 داریم، این پین به پایه داخلی سویچ ترانزیستور داخل IC وصل میشه. یعنی وقتی IC سویچ داخلش روشن میشه، جریان از بس DC میره به ترانسفورماتور، از اونجا میره به ترانزیستور، از اونجا هم از زمین عبور میکنه. اینطوری انرژی تو هسته ترانسفورماتور ذخیره میشه. حالا بیایم سراغ پین های کمکی که دوباره در همین سمت اولیه قرار داره. این پین ها برای 2 تا کار هستن. تامین ولتاژ BDD IC از طریق دیود یا مسیر داخلی و فیدبک ولتاژ خروجی برای کنترل ولتاژ. معمولا یکی از پین های IUX به مدار مقاومتی فیدبک وصل میشه و به پایه FB توی IC. ممکنه یه دیود هم بین IUX و پایه VDD باشه، چون وقتی ترانس انرژی آزاد میکنه این ولتاژ IC هم برق میرسونه. حالا بریم سراغ پین های ثانویه یعنی سکندری پینز. اینا پایه‌هایی هستن که انرژی رو به بخش خروجی شارژر منتقل میکنن. یه پینشون به آنود دیود شاتکی که در اینجا قرار داره وصل میشه و این دیود اجازه میده فقط وقتی انرژی آزاد شد برق از ترانس وارد بخش خروجی بشه. پین دیگرش هم به زمین خروجی بسته که یعنی به قطب منفی خازن فیلتر و پین منفی کانکتور خروجی شارژر، جایی که کابل USB میره. وقتی ترانزیستور قطع میشه، انرژی ذخیره شده توی ترانسفورماتور از طریق سیمپیچ ثانویه به دیود میره، از اونجا به خازن فیلتر میره و در اونجا هم خروجی منتقل میشه. حالا رسیدیم به مقاومت ها. اینجا هم بهتون نشون بدم یه عالمه مقاومت داریم. ر 5، ر 4، ر 8، ر 9 و بقیه‌اش هم که الان میخوایم بررسی کنیم. مقاومت ها از اجزای پایه در مدارهای الکترونیک که وظیفه اصلی اونها تنظیم جریان و ولتاژ. در این بورد از نوع SMD هستن این مقاومت های ما که به صورت قطعات ریزن و روی سطح بورد لحیم شده. نقش اصلی مقاومت ها توی این مدار تقسیم ولتاژ برای ایجاد ولتاژ مرجع یا بازخورد به IC، محدود کردن جریان در مسیر ورودی یا خروجی، تشخیص جریان برای کنترل حفاظت، پد تست برای اندازه‌گیری ولتاژ یا جریان در تست های کارخونه یا تمرین. مقاومت های روی بورد رو حالا بیاین با هم دیگه بررسی بکنیم. همونطور که می‌بینید در قسمت اول ر 3.1 رو که 2 اوم پد تست برای اندازه‌گیری ولتاژ خروجی یا مقاومت سنجش جریان هستش. قسمت بعدیمون ر1 هستش، مقاومت ر1 و ر2 که در اینجا. اینا هر دوتاشون 2.2 مگا اوم و تقسیم ولتاژ و ایجاد بازخورد به IC رو انجام میده. مقاومت سوممون در اینجا قرار داره، همونطور که میبینید که 1.5 مگا اوم و کنترل ولتاژ خروجی یا بازخورد رو به عهده داره. ر4 و ر5 که در کنار هم قرار گرفته شدن، ر4 154 اوم و ر5 18 کیلو اوم. بازخورد یا حس جریان به IC سویچینگ هست وظیفه‌شون. بعد میایم سراغ ر7 که در اینجا قرار داره. اون 2.4 اوم. ر8 هم که در اینجا میبینید در کنار ر9. ر8 10 اوم سنجش جریان ورودی رو انجام میده. ر9 هم نامشخصه، احتمالاً مکمل مقاومت سنجش جریان. حالا اگه بخوایم از مقاومت ها یه جمع‌بندی داشته باشیم، توی این بورد مقاومت ها تنها برای کم کردن ولتاژ یا جریان نیستن،
بلکه نقش مهمی در بازخورد مدارهای سویچینگ کنترل خروجی، حفاظت مدار و پایش جریان دارد. هر مقاومت با مقدار خاص خودش توی طراحی مدار نقش دقیقی ایفا میکنه. حالا بیایم سراغ دیود همونطور که اینجا میبینید و اینجا 2 دونه دیود داریم. دیود 5 به احتمال زیاد دیود شاتکی یا دیود بازیابی سریع. وظیفش چیه؟ یکسوسازی سریع در خروجی مبدل سویچینگ، کاهش افت ولتاژ و مدیریت جریان القایی از سیمپیچ. چون پشت ترانسفورماتور قرار داره، ممکنه برای یکسوسازی خروجی ثانویه ترانسفورماتور و جلوگیری از برگشت جریان به سمت اون عمل کنه. D6 که با SS25 نمایش داده شده، همونطور که در اینجا هم میبینید، دیود شاتکیه که 2.5 آمپر. وظیفش محافظت در برابر ESD، برگشت ولتاژ و عمل به عنوان دیود آزاد کننده برای حفاظت از ترانزیستور است. با قرارگیری پشت ترانسفورماتور احتمالاً به عنوان دیود کلامپ یا محافظ پیک های ولتاژ القایی رو خنثی میکنه و از آسیب به ترانزیستور یا آیسی کنترل جلوگیری میکنه که ما اینجا فقط آیسی رو داریم. حالا اینجا چه چیزهایی رو داریم؟ دیود شاتکی با افت ولتاژ کم، یعنی بین 0.2 تا 0.14 ولت، بازده مدار رو افزایش میده. کلامپ ولتاژ برای چی هست؟ استفاده از دیود یا ترکیبی با مقاومت و خازن برای محدود کردن ولتاژ به سطح مشخص و هدایت ولتاژ اضافی به زمین یا مسیر ایمن، به ویژه برای محافظت از قطعات در برابر پیک های ناشی از القا در ترانسفورماتور یا سویچینگ. و اینجا هم که میبینید موقعیتشون پشت ترانسفورماتور نشون دهنده اینه که نقش D5 و D6 در مدیریت ولتاژهای القاییه که توی مبدل‌های سویچینگ هنگام قطع جریان توی سیمپیچ‌های اولیه ایجاد میشه. خب یکی دیگه از قطعات مهم این بورد IC OB25133J هستش، همونطور که اینجا میبینید. ببینیم که این چی هست و چه کاری انجام میده. IC OB25133J یک کنترل سویچینگ ACDC با فناوری تنظیم سمت اولیه هست. این IC به تنهایی ولتاژ رو تبدیل نمیکنه، بلکه وظیفش کنترل دقیق فرایند سویچینگ توی مدارهای منبع تغذیه سویچینگ مثل شارژر موبایل. وظیفه اصلی این IC تو مدار چیه؟ تولید پالس‌های PWM برای خاموش روشن کردن ترانزیستور قدرت، کنترل دقیق انرژی ورودی به ترانسفورماتور برای تبدیل ولتاژ، تنظیم ولتاژ خروجی با استفاده از فیدبک از طریق پایه FB بدون نیاز به اپتوکوپلر، حس کردن جریان اولیه از طریق پایه CS برای جلوگیری از جریان بیش از حد، تأمین ولتاژ تغذیه خودش از طریق پیچ کمکی ترانسفورماتور، فعال کردن حالت صرفه‌جویی انرژی توی بیباری، محافظت در برابر شرایطی مثل دمای زیاد و افت ولتاژ ورودی. خب حالا طبق دیتا شیت پایه های این IC به این ترتیب عمل میکنه. در قسمت اول پایه VDD رو داریم، پایه تغذیه IC. نقش اصلیش چیه؟ برق رسانی به IC. چطوری برق میگیره؟ توی لحظه شروع IC هنوز روشن نشده. یه مقاومتی که از بس DC اومده، بهش میگن مقاومت استارت آپ، ولتاژ رو قطره چکانی میکنه، میفرسته توی خازن تا VDD شارژ بشه. وقتی که ولتاژ به حد کافی رسید IC روشن میشه. از اون به بعد تغذیه IC دیگه از اون مقاومت نمیاد، بلکه از پیچ کمکی ترانسفورماتور میاد که بهش میگن auxiliary winding یا همون پیچ AUX. یعنی چی AUX؟ یعنی مخفف کلمه auxiliary، یعنی کمکی. این پیچ مثل یه شارژر داخلیه که ولتاژ مورد نیاز IC رو از ترانسفورماتور تعیین میکنه. حالا بیایم سراغ پایه دوم یعنی FB، فیدبک. نقش اصلیش چیه؟ تنظیم دقیق ولتاژ خروجی بدون اپتوکوپلر. چطوری این کار انجام میده؟ پیچ AUX فقط وقتی روشنه که ولتاژ خروجی هم خوبه. پس ولتاژش نماینده خوبی از وضعیت خروجی. FB یه مقاومت تقسیم ولتاژ داره که ولتاژ AUX رو به مقدار کوچیکتر مثلا 2.5 ولت تبدیل میکنه و به این پایه میفرسته. IC بر اساس این ولتاژ تصمیم میگیره که خروجی رو کم کنه یا زیاد. این روش باعث میشه بدون نیاز به اپتوکوپلر IC بتونه خروجی رو کنترل کنه. پایه سوم یعنی NC، No Connect، یعنی این پایه در داخل IC به جای وصل نیست، فقط برای فرم فیزیکی یا پایداری بورد استفاده شده.
پایه چهارم CS، حس جریان. نقشش چیه؟ محافظت در برابر جریان زیاد. چطوری کار میکنه؟ یه مقاومت بسیار کوچیک مثلا 0.5 اوم بین منفی تغذیه دیسی و زمین آیسی قرار میده. وقتی که جریان از ترانس عبور میکنه یه افت ولتاژ روی این مقاومت ایجاد میشه، مقاومتی که در اینجا قرار داره. این ولتاژ به پایه CS. اگه مقدارش از یه حد مشخص بیشتر بشه، آیسی بلافاصله سویچ ترانزیستور داخلی رو قطع میکنه تا به مدار آسیب نرسه. پایه های 5 و 6 که در اینجا میبینید پایه های کلکتور ترانزیستور قدرت داخلی. آیسی یه ترانزیستور قدرت داخلی داره. این پایه ها همون کلکتور این ترانزیستور. چطوری وصل میشن؟ به یک سر پیچ اصلی ترانسفورماتور متصل میشن. وقتی که ترانزیستور روشن بشه، جریان از کلکتور یعنی پایه C وارد میشه و از امیتر یعنی پایه گنده خارج میشه. این قطع و وصل باعث القای انرژی توی ترانسفورماتور میشه. و در آخر هم پایه 7 رو داریم، گنده زمین مده. این پایه امیتر ترانزیستور و مرجع ولتاژ آیسی. هرچی ولتاژ منفی داریم مثل منفی خروجی، منفی پیچ آی و منفی مقاومت CS همشون به این پایه متصل شدن. به طور خلاصه آیسی او به 2513 شدت جریان در پیچ اولیه رو از طریق پایه CS حس میکنه، ولتاژ خروجی رو از طریق پایه FB یعنی پیچ کمکی میخونه. بسته بودن سویچ توسط حرکت جریان از پایه های کلکتور به پایه گنده یعنی امیتر انجام میشه. مدار راه اندازی ودده شامل یه مقاومت بزرگه که بعد از راه اندازی اولیه ولتاژ آی ترانسفورماتور ولتاژ پایدار آیسی رو تامین میکنه. حالا B1 چی هستش؟ این B1 که در اینجا میبینید. روی بردای مدارچاپی برچسب B1 معمولاً مخفف چیز خاصی نیست، ولی بسته به موقعیت و شکلش میتونه معنی‌های مختلفی داشته باشه. تو این جا که میبینید تو این شکل B1 نزدیک به یک پل دیود قرار گرفته شده به اسم BD1 و این قطعه یه جسم کوچیک SMD مشکیه که شبیه مقاومت به نظر میرسه، ولی علامت‌های معمولی مقاومت رو نداره. حالا بیایم ببینیم احتمالات مختلف چی هست بعد و ببینیم که B1 چی میتونه باشه. در قسمت اول میتونه ویستور محافظ ولتاژ باشه. اگه نزدیک ورودی AC باشه احتمالاً برای محافظت در برابر نوسانات برق طراحی شده. میتونه ترمیستور NTC باشه. اگه سری با ورودی AC باشه کارش محدود کردن جریان هجومی موقع روشن شدن دستگاه. میتونه مهره فریت باشه یا اگه تو مسیر برق یا سیگنال باشه برای فیلتر کردن نویز فرکانس بالا استفاده میشه. و میتونه چی باشه؟ یه چیز دیگه که میتونه فیوز رسید شونده باشه یعنی PPTS که اینجا نوشته نشد. اگه تو مسیر تغذیه یا نزدیک ورودی برق باشه ممکنه یه فیوز حرارتی ریسید شونده باشه که در برابر جریان بیش از حد محافظت میکنه و بعد از رفع خطا خودش به حالت عادی برمیگرده. اما مقاومت نمیتونه باشه چون اون ویژگی‌هایی که باید داشته باشه رو نداره. با توجه به موقعیت B1 که کنار BD1 به نظر میرسه BD1 هست، به نظر میرسه که بیشتر یه مهره فرید یا ترمیستور NTC باشه. اینا معمولا برای محافظت از خط برق یا سرکوب نویز EMI استفاده میشه. چون شبیه مقاومت به نظر میرسه اما علامت نداره، احتمال مقاومت بودنش همونطوری که گفتم خیلی کم. و با توجه به موقعیتش فیوز ریسید شونده هم یکی از گزینه‌های محتمل به حساب میاد، مخصوصا اگه عملکرد محافظتی در برابر جریان بالا مد نظر طراح بوده باشه. حالا بخوایم جمع‌بندی بکنیم. B1 میتونه یکی از این سه قطعه باشه، یا مهره فرید برای حذف نویز، یا ترمیستور NTC برای محدود کردن جریان هجومی و یا فیوز ریسید شونده برای محافظت در برابر جریان بیش از حد. اگه شما هم تو بردهاتون همچین قطعه دیدید حالا میدونید دیگه چی به چی هستش. حالا بیایم سراغ پل دیود یکسو کننده. این قسمتی که اینجا میبینید، بذارید از نزدیکم بهتون نشون بدم. این پل قطعه‌ایه که با ABS10 روی برد شارژر مشخص شده. یه دیود یکسو کننده پل.
که مدلش هم گفتیم ABS 10 است. این قطعه ورودی AC رو به DC تبدیل میکنه و به عنوان اولین مرحله در فرآیند شارژ عمل میکنه. معمولا تو بسته‌بندی SMA یا SMB قرار داره و ولتاژ معکوس نامیش 1000 ولته و جریان نامیش هم 1 آمپره. دی که در کنار این قرار گرفته ABS 10D احتمالاً پسوندی از سازنده مثلا برای بسته‌بندی یا کد تولیده و بر عملکرد الکتریکی این پل دیود تأثیری نمیذاره که بعد از عبور AC از فیوز و فیلتر ولتاژ DC تقریبا به 320 ولت میرسه و توی اوج ورودی تولید میشه. حالا بیایم همین پشت برد بمونیم و ببینیم که چه چیزهایی رو داریم. این 2 تا خونه مربعی که پایین برد هست پدهای فلزی بهش لحیم میشه و جریان رو به دستگاه منتقل میکنه. شیارهای طلایی که اینجا میبینید این شیارها برای تنظیم فاصله پایه ها تو مونتاژ خودکار استفاده میشن و به تولید کننده کمک میکنن قطعات رو دقیق سر جاشون قرار بده. لحیم کاری ها این نقاط نقره‌ای قطعات روی برد هستن که وسایل رو یعنی قطعات رو محکم به برد وصل میکنن. اگر که خوب باشه شارژر سالها میتونه کار کنه. خطوط فلزی هم که اینجا میبینید روی این برد مسیرهای الکتریکی هن که جریان رو از یک قسمت به یک قسمت دیگه منتقل میکنه. به عنوان مثال خطوط نزدیک پدها برق رو به خروجی میبره و مسیرهای کنار قطعات مثل خازن مقاومت‌ها جریان رو تنظیم میکنه. این طراحی باعث میشه شارژر به خوبی کار کنه و همه چیز به هم وصل بشه. حالا رسیدیم به بخش سوم یعنی کابل و اجزاش که در اینجا میبینید. اینم رو یکم ببریم بالاتر. بله خب حالا این کابل و اجزا چه چیزهایی دارن؟ اولیش کانکتور دوپین یا ویفر دوپینه که نمادش رو روی برد در اینجا میبینید CN1 در اینجا. خب این قطعه کوچیک که معمولا 2 تا پین داره برای اتصال کابل ها به بردهای مدارچاپی استفاده میشه. مثلا تو شارژرها، اسباب بازی های الکتریکی یا دستگاه ساده. این کانکتور به ما کمک میکنه جریان برق رو امن و راحت منتقل کنیم. یکی از معروف ترین هاش هم GSTP هاش هست که تو پروژه های DIY و تعمیراتی خیلی کاربرد داره. نصبش هم ساده است، فقط کافیه پین ها رو به نقاط مشخص روی برد لحیم کنید. حالا بیایم سراغ پشت برد که در اینجا میبینید و ببینیم که چطوری لحیم شده. لحیم کاریش محکمه و ساده. حالا بیایم سراغ این بخش یعنی کابل USB سیاه رنگی که داریم که به صورت غیر قابل جدا شدن به آداپتور وصل شده بوده. یعنی این کابل بخش دائمی از آداپتور محسوب میشه و از طرف دیگه معمولاً به یه سوکت میکرو USB که در اینجا قرار داره وصل میشه. حالا ساختار داخلی کابل رو ببینید. یه روکش خارجی داره که بذارید از اینجا بهتون نشون بدم بهتر. یه دونه روکش خارجی داره که این روکش از جنس PVC یا پلاستیک انعطاف پذیره برای محافظت مکانیکی از سیم‌های داخلی. بعد یه شیلدینگ و فویل آلومینیومی داره. لایه‌هایی هم برای کاهش نویزهای الکترومغناطیسی که باعث افزایش پایداری عملکرد کابل میشه. سیم‌های داخلیش رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، این سیم‌های داخلی برای چی هستن؟ برخلاف بقیه کابل‌های USB که 4 تا سیم دارن، این کابل فقط دارای 2 تا سیم داخلیه. سیم سفید که در اینجا می‌بینید و سیم سیاه. سیم سفید برای انتقال دهنده جریان مثبت برق هستش و سیم سیاه هم نقش زمین یا منفی رو ایجاد می‌کنه. این کابل فقط برای شارژ دستگاه‌ها طراحی شده و قابلیت انتقال داده رو نداره. عایق داخل هر سیم هم به این شکل، هر سیم با لایه‌ای از عایق نازک پوشیده شده تا از اتصال کوتاه جلوگیری بشه. یک گروه تقویتی یا چسب حرارتی هم هست. معمولاً تو محل اتصال کابل به آداپتور، یعنی اینجا به آداپتور یا کانکتور دیده میشه تا از پارگی یا آسیب جلوگیری کنه. حالا یه نکته مهم، به دلیل طراحی یکپارچه و ثابت این کابل ها در صورت آسیب دیدگی کل آداپتور باید عوض بشه چون کابل جدا شدنی نیست. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از این قسمت، این نوع کابل های ساده و ثابت بیشتر توی شارژرهای قدیمی یا ارزون قیمت دیده میشن که تمرکزشون فقط روی انتقال پایدار برق هست
و نیازی به تبادل اطلاعات با کامپیوتر یا دستگاه دیگه نداره. حالا بیاییم ببینیم ساختار داخلی قسمت کانکتور از چه بخش‌هایی تشکیل شده و چه کار است. اینجا این بخش از کابل USB نقش حیاتی تو انتقال برق و داده بین شارژر و گوشی داره و از اجزای مختلفی تشکیل شده. اولین اجزاش پین‌های فلزی هستن که در اینجا می‌بینید و اینجا براتون نوشتمش. خب اینجا 5 تا پین فلزی داریم که کانکتور USB تو کانکتور USB قرار دارن. هر کدوم از این پینا هم یه نقش خاصی داره. پین VBUS این پین برق 5 ولتی رو از شارژر به گوشی منتقل میکنه. پین زمین یا گرده مسیر برگشت جریان رو فراهم میکنه و ایمنی مدار رو تضمین میکنه. پینای انتقال داده یعنی دی مثبت و دی منفی، این 2 تا پین برای انتقال داده ها بین دستگاه ها استفاده میشن، مثلا وقتی گوشی رو به کامپیوتر وصل میکنه. و پین تشخیص داریم یعنی CC یا آی. توی USB-C این پین برای شناسایی جهت کانکتور و مدیریت توان استفاده میشه. این پینا از موادی مثل مس یا آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی ساخته شدن تا هدایت الکتریکی خوبی داشته باشن. حالا یه لایه فلزی در اطراف این پین میبینید. قسمت فلزی که پینها رو احاطه کرده احتمالاً از آلومینیوم یا آلیاژ سبک ساخته شده. این لایه فلزی سبک و مقاومه. آلومینیوم به خاطر وزن کم و مقاومت خوبش انتخاب ایدئالیه و از پینها در برابر فشار و ضربه محافظت میکنه. هدایت الکتریکی داره. ممکنه به عنوان شیلدینگ هم عمل کنه و نویز الکتریکی رو کاهش بده. و 2 تا هدف اصلی داره. اولش نگهداری پینهاست، پینها رو محکم توی جای خودشون نگه میداره و دومیش هم جلوگیری از اتصال کوتاه. با جدا نگه داشتن پینها از تماس غیر ضروری و خرابی مدار جلوگیری میکنه. حالا بیایم سراغ قسمت پایینی سفید رنگ که در اینجا میبینید. این لایه که در زیر این قسمت فلزی قرار داره احتمالاً از پلاستیک عایق مثل پلیکربنات هستش. این بخش هم 2 تا وظیفه داره. جدا کردن سیمای انتقال دهنده سیاه و سفید رو از هم جدا میکنه تا از اتصال کوتاه جلوگیری بشه و دومیش اتصال به پینهاست. این پلاستیک به عنوان پایه عمل میکنه و سیمها رو به پینهای فلزی لحیم یا متصل میکنه که جریان برق و داده رو به دستگاه منتقل میکنه. یه پوشش خارجی هم داریم. این پوششی که اینجا میبینید، این لایه محافظ خارجی معمولا از پلاستیک مقاوم یا فلز سبک مثل آلومینیوم ساخته شده که این پوشش هم 2 تا وظیفه داره. محافظت فیزیکی، از سیمها و پینها در برابر ضربه، رطوبت و گرد و غبار محافظت میکنه. اتصال محکم، به سوکت گوشی فیت میشه تا تماس الکتریکی پایدار بمونه. از لحاظ علمی اگه بخوایم یه توضیح تکمیلی بدیم اینجوری میشه. از نظر مهندسی این کانکتور باید استانداردهای الکتریکی مثل USB 2.0 یا USB-C رو رعایت کنه. مقاومت الکتریکی کم، ظرفیت تحمل دما و انعطاف پذیری کار هم از نکات کلیدی طراحی هستند. حالا بیایم سراغ نمای کارکرد شارژر از بیرون که به این شکل هستش. از یه پلاگ 2 شاخه فلزی برای اتصال به برق شهری AC استفاده میکنه و دارای یه درگاه خروجی USB هستش، USB-A هستش که برق DC رو به کابل و در نهایت هم به گوشی یا دستگاه متصل منتقل میکنه. حالا عملکرد شارژر از داخل به چطور هستش؟ به طور خلاصه برق از پین وارد میشه، از فیوز رد میشه، به پل دیود میرسه، خازن ولتاژ رو صاف میکنه، بعد از اون ترانس ولتاژ رو پایین میاره، خروجی فیلتر میشه و به USB میرسه. اما اگه بخوایم این مورد رو به صورت جزئی بررسی بکنیم، اجازه بدید. خب به صورت جزئی چطوری هستش؟ اول ورودی AC و فیوز حفاظتی رو. برق متناوب ورودی یعنی 220 ولت یا 110 ولت AC از طریق پینهای فلزی که در اینجا قرار دارن، همونطور که میبینید از طریق این پینهای فلزی به کمک یک فیوز یا مقاومت فیوزی معمولاً چند اوم وارد بورد میشه. این فیوز اولین خط دفاعی تا در برابر اتصال کوتاه یا جریان زیاد ورودی از مدار محافظت کنه. اغلب یه فیلتر جلوگیری از تداخل الکترومغناطیسی هم توی این بخش وجود داره تا از ورودی نویز و نوسانات ناگهانی به مدار جلوگیری کنه. بعدش میایم سراغ یکسوسازی ولتاژ که توسط پل دیود که در اینجا قرار داره انجام میشه.
بعد از فیوز 4 دیود یکسو کننده که توی یه پل دیودی یعنی BD1 قرار گرفتن وظیفه دارن که جریان متناوب ورودی رو به جریان مستقیم تبدیل کنه. به بیان ساده، پل دیود با استفاده از دیودها که داره عبور جریان رو توی جهت ممکن میکنه و ولتاژ AC رو به DC تبدیل میکنه. نتیجه این مرحله ولتاژ مستقیم پالایش نشده ایه که بعد از خازن بزرگ C1 به حدود 310 ولت DC میرسه و خازن C1 این ولتاژ مستقیم رو صاف میکنه تا نوسانات اضافیش کاهش پیدا بکنن و یه ولتاژ پایدار اولیه فراهم بشه. حالا میایم سراغ کلیدزنی داخلی و ترانسفورماتور فلایبک. توی این مدار بعد از اینکه برق AC به DC تبدیل شد و ولتاژ بالا در حد حدود 300 ولت ایجاد شد، این ولتاژ وارد IC کنترل کننده که در اینجا قرار داره یعنی OB25133 میشه. این IC خودش یه ترانزیستور داخلی داره که خیلی سریع روشن و خاموش میشه و این کلیدزنی باعث ذخیره و انتقال انرژی توی ترانس فلایبک میشه. یعنی وقتی کلید داخلی IC روشن میشه انرژی توی سیمپیچ اولیه ترانس ذخیره میشه و وقتی که خاموش میشه این انرژی به ثانویه منتقل میشه و تبدیل به ولتاژ پایین‌تر میشه. به این ترتیب بدون نیاز به ترانزیستور خارجی و فقط با همین IC کل فرآیند سویچینگ و تبدیل ولتاژ انجام میشه. حالا بذارید معماری فلایبک رو در اینجا بهتون نشون بدم. ترانسفورماتور به صورت دوره‌ای انرژی رو تو هسته خودش ذخیره میکنه. بعد از اونم به خروجی منتقل میکنه. وقتی که روشن باشه در حالت روشن بودن کلید یعنی مرحله روشن، انرژی توی سیمپیچ اول که در اینجا قرار داره ذخیره میشه. در حالت خاموش بودن که در اینجا میبینید مرحله خاموش، انرژی ذخیره شده به سمت ثانویه آزاد میشه و ولتاژ خروجی تولید میشه. حالا بیایم سراغ مرحله بعدی یعنی یکسوسازی و فیلتر خروجی. ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور حدود 5 ولت متناوب اول توسط یه دیود سریع یا دیود شاتکی که در اینجا قرار داره یکسو میشن و به جریان مستقیم تبدیل میشن. بعدش با کمک یه فیلتر LC که شامل سلف میشه که در اینجا قرار داره و چند تا خازن یعنی C3, C2 و C4 که در اینجا داشتیم، نوزها و نوسانات فرکانس بالا حذف میشن و ولتاژ خروجی پایدار میشه. توی بسیاری از مدارها برای یکسوسازی خروجی از دیودهای شاتکی با زمان بازیابی کوتاه استفاده میشه تا تلفات ناشی از سویچینگ کاهش پیدا بکنه. خازن‌ها انرژی اضافی رو هنگام روشن بودن کلید ذخیره میکنن و در زمان خاموش بودن کلید هم انرژی رو به بار میدن تا ولتاژ 5 ولت خروجی ثابت بمونه. حالا میایم سراغ مرحله 5 یعنی بازخورد و تنظیم ولتاژ خروجی فیدبک. IC کنترل کننده با نظارت بر ولتاژ خروجی و جریان مصرفی بار، پهنای پارس یعنی عرض زمان روشن بودن کلید نسبت به خاموش بودنش رو تنظیم میکنه. این بازخورد معمولا از طریق یک مدار تنظیم مقاومتی یعنی R5 و R1 انجام میشه یا با استفاده از یک اپتوکوپلر انجام میشه تا جداسازی الکتریکی بین مدار اولیه و ثانویه حفظ بشه. وقتی که ولتاژ خروجی کمی بالا پایین میره، این اطلاعات از طریق اپتوکوپلر به IC منتقل میشن و IC هم بعدش زمان روشن بودن کلید داخلی رو بیشتر یا کمتر میکنه تا ولتاژ خروجی دوباره دقیقاً روی 5 ولت تثبیت بشه. و میرسیم به مرحله آخر یعنی محافظت خروجی. توی خروجی و تو مسیر USB معمولا از یه فیوز ریسیت شونده یعنی B1 یا مدار محافظتی اضافه جریان و یه دیود محافظ مثل D6 که در اینجا میبینید استفاده میشه تا در صورت اتصال کوتاه یا برگشت ولتاژ از سمت باتری به شارژر مدار آسیب نده. این اقدامات ایمنی باعث افزایش طول عمر شارژر توی شرایط غیر عادی میشه. در مجموع مدار چاپی این شارژر یه منبع تغذیه سویچینگ فلایبک استاندارده که از اجزای معمول طراحی SMPS مثل پل دیود که در اینجا دیدید، خازن‌ها که در اینجا، ترانسفورماتور که پایه‌هاش رو اینجا می‌بینید، خودش رو در اینجا می‌بینید و سویچینگ PWM و فیلتر LC خروجی بهره. این شارژر برای کار توی بازده ولتاژ جهانی بین 100 تا 240 ولت AC طراحی شده که با کلیدزنی که روشی که برخلاف رگولاتورهای خطی قدیمی باعث کاهش اتلاف انرژی و کوچکتر شدن ترانسفورماتور و قطعات داخلی شده و کنترل دقیق ولتاژ خروجی 5 ولت و جریان حدود 7 آمپر رو فراهم می‌کنه.
یعنی این فقط شارژر ساده است. یک قطعه دقیق و هوشمنده که با فناوری سویچینگ و طراحی مهندسی انرژی رو از دیوار به زندگی دیجیتال ما منتقل میکنه. پشت ظاهر ساده این شارژر کوچیک چه دنیای پیچیده‌ای بود دیدیم و چه دنیای مهندسی وجود داره که همه قطعاتش با هم دارن همکاری میکنن تا دستگاه ما امن و درست شارژ بشه. خب دوستان، لایک و کامنت رو فراموش نکنید، سابسکرایب هم یادتون نره، چون قراره با هم تو این مسیر پیشرفت کنیم. تا قسمت بعدی، بدرود.